الحمدلله ما برای مستقیم چنین داریم. اگر کسی میگه ما نمیفهمیم، خب بیاین درسای ما را احادیثی که ما بیان میکنیم ما از پیش خود نه زیاد میکنیم نه کم. آنچه که الله و رسولش گفتگی است امو را میگیم. دیگه کس میگه فلانی خانی تو گفت نظریات مردم ها میگن، آنچه که الله و رسولش گفته او را نمیگن. اکثریت بعضی هست که دیگران خوب است، خب بسیار کم هستند. و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه. این آیت دیگه سورت انعام آیت 155. الله میگه و هذا قرآن کتاب نیت، یک کتاب است انزلناه که ما نازل کردیم، از آسمان آمده. این نظریات شخصی نیست. مبارکون چه قسم کتاب است؟ مبارک است، دهی بسیار خیر و منافع دنیا و آخرت دهی جمع شده. فایده و سعادت و امنیت چیزی که خیر میخواهی دهی است. فتبعوه، پس تابعداری کنین. وقتی به شما خیرش میرسه لمس میکنین که تابعداری کنین. تابعداری عقیده و عمل میگه. عقیده و عمل میگه. تا که عقیده و عمل به کتاب الله نکنی، سعادت، کامیابی، برکت حاصل نمیشه. حالا امیال ما و شما مسلمان ها ذلیل شده هستیم. کتاب الله را بعضی میخوانه هیچ عمل نیست و میخاطر دشمن سر ما مسلطه. میره دیگه چیزا میخوانه، از اسلام بوی نمیبره، از قرآن بوی نمیبره. کتاب خوانی 10 بار کتاب الله را بخوان، شرحش حدیث است. تا که حدیث نخوانی کتاب الله را نمیفهمی. بعد از او باز اگه وقت یافتی باز آثار صحابه است، صحابه را بخوان. باز اگه وقت یافتی از تابعین را بخوان. باز اگه وقت یافتی کل تاریخ اسلام را بخوان. دیگه چیزا که است او یک حرفه است. ساینس خیلی چطور میشه، فیزیک چطور میشه. فیزیک که از یک کسب است، مثل یک کس میره نجار میشه، یک کس دیگه میره دریور میشه. او یک کسب است، یک کار است. او علمی نیست که تو در برابر از او مسئولیت داشته باشی که اگه یاد نگیری باز الله در قرآن در روز قیامت پرسان کنه چرا فیزیک نفهمی، چرا ریاضی را. او علم دنیاست، او هم ضرورت است، فرض کفایی است که بعد از این علم، بعد از این علم، بعد از علم قرآن و وحی او است. این فرض عین است. الله در قیامت از این پرسانت میکنه، از او پرسان نمیکنه. از او کل امت میگه که را یاد بگیرین تا که از شر کافر به امن شوید. حالا قوت کافر در موسه علم است، فیزیک، کیمیا، ریاضی. همین چیزی که چیزایی را جور میکنن علیه ما شما استعمال میکنن وام است. اما دیگه کلیله و دمینه چی میخوانین؟ کلیله و دمینه، 1001 شب، یوسف زلیخا، معراج الانبیا، قصص چیزایی را میخوانن. شب و روز خدا تیر کرده. فلانی شاعر یک 10 تا دیوان فلانی، دیوان فلانی خدا دیوانه کرده رئیس. یک آیت هم میفهمی؟ نه خب ما دیگه در این چیزا ما کر و کور هستیم. در برابر قرآن خدا کر و کور میدن. نکنین این دلالت است، گمراهی است. چند تا کافره که الله او را انسان هم نمیگه، از حیوان بدتر میگه، بر ما شما را انسانیت یاد میده، حقوق بشر یاد میده، حقوق زن یاد میده، حقوق اولاد یاد میده، حقوق طفل یاد میده. والله ما شما از کتاب الله فاصله گرفتیم. فتبعوه واتقوه. واتقوا چی؟ عمل کنین، از گناه دور شوین. لعلکم ترحمون، تا اینکه به بالای شما رحم شود. رحمت الله، حکومت قوی، امنیت قوی، زندگی امن، کلش وقتی میاد که تابعداری از قرآن کنید، تابعداری از دستور الله بکنید، تابعداری از وحی کنید. سورة اعراف آیت 3 الله میگه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. تابعداری کنین تماما آنچه که نازل میشه به شما مسلمانان من ربکم، از جانب ربتان. ما انزل چیست؟ وحی. پیشتر گفتم یک نامش وحی، دیگهش کتاب الله، دیگه سنت رسول الله. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تابعداری نکنین بغیر از این اولیاء و خدا و معبودا و نظریات و علما و مفتیا دیگه چیزا را. قلیلا ما تذکرون. کم شما میگه گپ نصیحت قبول میکنه، هیچ نمیفهمین. الله میگه شما کمترینتان. تابعداری از ما انزل الله بکنین. الله شما را پیدا کرده، میفهمه که به چی اسلام میشه.
کتاب اصلاح شما، دستور اصلاح شما، نظام اصلاح شما کتاب الله است. در سورة اعراف آیت 203 می فرماید که و اذا لم تأتهم بآیت قالوا لولا اشتبیتها قل انما اتبع ما یوحی الی هذا بصائر من ربكم و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. وقتی که میگه برای از اینا یک آیت نبیاد، یک معجزه نبیاد، یا میگه تو چرا خودت انتخاب نمیکنی، چرا یک آیت خودت اختراع نمیکنی، پیامبر میگن قل بگوی پیامبر انما اتبع، ما فقط، انما کلمه حسره، ما فقط تابعداری میکنم ما یوحی الی، آنچه که به ما وحی میشه من ربی، از جانب رب ما. ما گپ رب قبول دارم، ما دستور رب قبول دارم، یعنی خودم حق ندارم که از پیش خود یک چیز جور کنم. الله پیامبر میگه، پیامبر میگه ما حق ندارم از پیش خود یک کلمه و یک کلام بگویم از نظریات خود. من فقط تابعدار وحی هستم. رب ما، خالق ما، معبود ما به ما چی میگه؟ هذا بصائر، قرآن دلائل است من ربکم، از جانب ربتان. یعنی کسی میخواد هدایت شد به کتاب الله چنگ بزنه. بصائر من ربکم و هدن، هدایت برای کل انسانیت است، و رحمتون، و رحمت است، مهربانی است، نعمت است، خل قومی یؤمنون، از برای قومی که ایمان میاره. سکنید پیامبر میگه ما تابعدار وحی هستم. معدن سرك الأسماء فهم سفن